آیا دکتر وقتی نوزادی متولد میشه پدر و مادرش 1 سال خورده زحمت میکشن و خرج میکنن که بچه بتونه راه بره و حرف بزنه، ولی بعدش همش هرس میخورن و میگن بچه خفه شو، بشین، بتمرگ. شده حکایت نظام الهی که با کلی تقلب و مهندسی و آروزی و مناظره اینها انتخابات راه میندازه. یکی رو هم میکنه رئیس جمهوری که یه غلطی بکنه، بعدم میریزن سرش میگن غلط کردی، شکر خوردی. سب ببینم، از قدیم گفتن که وقتی مجری برنامه حرف درست رو در او میزنه که این ستاره دنباله دار هر 200-300 سال یه بار اتفاق میفته، 2 تا راه داریم. یکیش اینه که همچین مفصل بهش تاف بزنی که تو همین حالت بمونه. یه حالت دیگه اینه که پیف پاف مکفی که در اوج بمیره و آخرین خاطره‌ای که ازش برات میمونه خاطره خوب باشه. خیلی ممنون آقای دکتر. منظورم اینه که حاجی روحانی نفهمیده یه شکری خود گفت نظام 38 سال با اعدام خودش رو حفظ کرده. خب بدبخت میخواست یارگیری کنه، اما مقام عظما سر قبر امام رو 20 حاجی روحانی 21 کشید. شما مقام عظما رو سرویس و نگهداری نمی‌کنی که اینطوری شده. ما یه تعریفی ازت کردیم دوباره اومدی خودت خرابش کردین. ناکس هنوز مشخص نیست البته که عضو چی خورده بود که اونجا کلمه جلاد به کار برد که همه میدونن مال دشمنای نظامه. با همین فرمون بره فردا به شیخ فری هم میگه شیاد، دیگه خیالمون راحت میشه. یه باره سرویس و نگهداری استراتژیکی شرایط داره، باید طرف بتونه حرفاتو بفهمه. زیر این همه فشار که طفلی چیزی نمیفهمه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفهمودن که دکتر دندون پزشک به مشنگه گفت این دندون تو باید بکشم، یه دندون جاش بکارم. مشنگه گفت الان بکاری کی در میاد؟ روشن شد یا یه دندون برات بکشم؟ آیه دکتر، من میگم که حاجی روحانی بهش یه فرصتی بدیم، شاید بتونه تو 4 سال دوم یه کاری بکنه. 4 سال اولش تا آخر عمر نظام برامون بسه. ناکس هی گفتن سبک درست میشه، برجام امضا میکنه درست میشه، 20 امضا میکنه درست میشه. هی بدبختی رو بدبختی تنبار کرد. اگه یه کاری بلد بود خب تا حالا نشون میداد دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفهمودن که دزد رفت خونه پیرزنه، دید خونه پر حناست با بوی بد. یهو چشش افتاد به یه چراغ جادو، دست کشید رو چراغ و قوله اومد بیرون و گفت چه آرزویی داری سرور من؟ دزد خوشحال گفت 100 میلیون پول میخوام. قوله گفتش که 100 تا میمون؟ طرف گفت نه 100 میلیون. قوله گفتش که بلندتر بگو. دزد داد زد میلیون بابا، میلیون. قوله گفتش که میگون دیگه چیه؟ دزد هوار زد میلیون، 100 میلیون میخوام. یه دفعه پیرزنه از لای حناها اومد بیرون گفت نه بی خودی گلو تو جر نده، این قوله کره، یه عمر ازش طلا میخوام، همش بهم حنا میده. روشن شد یا کمی رنگ حنایی قاطیش کنم که درست شه. آیه دکتر، شما دستاورده و راه‌حل‌های حاجی روحانی رو با حنا مقایسه میکنید؟ 1021 رحمت به حنا. کدوم راه حنا که هر چی رو کرده ضرر بوده که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض می‌کردم بله، میفهمودن که مریضه نسخه‌شو برد دواخونه، دید تو عوارض جانبی دارو نوشته سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، تپش قلب، اختلال در خواب، تهدید سکته قلبی، سکته مغزی، مرگ ناگهانی. پشیمون شد، گفتش که با همون مرض خودم بمیرم راحت ترم. آیه دکتر ببخشید، چه عواملی باعث شده که مقام عظما اینطوری گیر کنه؟ هرچی بیشتر گاز میده بیشتر گندش در میاد. صحبت ایشون سر قبر امام خیلی ناامید کننده و نگران کننده بود. نظام انداخت تو دامی که دشمنا براش پهن کرده بودن. بهتر نبود اقلا یه حرفای قشنگی میزد به جای این تعریفای کشککی و مفتی که از امام کرد. آیه دکتر این بدبخت بیچاره چه کار کنه؟ تو انتخابات ریاست جمهوری خورد تو پوزش، تو انتخابات شورای شهر خورد تو فکش، تو هیئت رئیسه مجلس هم همینطور. خب دیگه سر قبر امام چی بگه بهتر از همین حرفایی که زد؟ چی میتونست بگه؟ همین حرفا هم با بدبختی جور کرده بود، نه سر دارایی که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله،
میفهمدن که یارو برای دوستش یه آیفون 6 هدیه خریده بود. دوسته گفتش که خیلی ممنون عزیز، گوشی به این گرونی رو چجوری خریدی؟ گفت تو مسابقه 2 برنده شدم. طرف گفت به به چه عالی، چند نفر شرکت کرده بودن؟ یارو گفتش که 3 نفر، من و صاحب گوشی و پلیس. روشن شد یا بزنم و در رو دست تو دکتر یا پلیس. روشن نکن میسوزم دیگه. آیه دکتر یه نامه داریم از اسحاق جهانگیری ملقب به اسحاق پوششی، نوشته حالا که انتخابات تموم شد چرا با هم دوست نمیشیم؟ اینطوری که تو سر کله هم میزنیم هممون ول معطلی ما. اسحاق پوششی، این کشف بزرگ رو تکی کردی یا هاشمی تبا هم کمکت کرد؟ آدم 2 کیلو شکر رو دونه دونه بشپره ولی گیر این اسحاق جهانگیری مشنگ نیفته. دعوا سر مال دزدی که به این آسونی ها حل نمیشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفهمودن که به یکی ریاضی درس میدادن، گفتن که 3 تا سیب داری، اگه یکیشو بدزدن حالا چی داری؟ گفت اگه 5 دقیقه فرصت بدید 3 تا سیب با 1 جنازه. آره دکتر، سال بعدی من نه راجع به مقام عظماست، نه حاجی روانی، نه مجلس و قضاییه و غیره، در مورد نقش خود شماست. کشف ای که نظام الهی ما منزوی شده و مثل حیوان زبون بسته تو گل گیر کرده که هنر نیست، هر بسیجی میفهمه. مهم اینه که دکتر استراتژی چه نسخه‌ای داره که بپیچه اقیانوس علم و حلم راننده پایه‌ایه که گردنهای پیچ و خمدار استراتژیکی چه دست فرمونی توی داستان یعنی تو باز همینجا بزن، اینطوری که گازشو گرفتی میفتی تو دره. بدبختی که 1 ذره 2 ذره نیست، تو منطقه خودمون که سهله، هر کی با ما سلام علیک بکنه چپقشو چاق میکنن. بعد تو میگی با دست فرمون نظامو بکشن بیرون. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که به سربازه گفتن اگه 3 تا دشمن بیان سمت چه کار میکنی؟ گفت فکشونو میارم پایین. گفتم باری کلا اگه 4 تا بیان چطور؟ گفت آسفالتشون میکنم. گفتن آفرین، اگه 5 تا بیانو تو فقط 5 تا تیر داشته باشی چی؟ گفت میزنم له و لوردشون میکنم. گفتن که آفرین به شجاعته. حالا اگه 70 نفر دشمن باشن، یه 30-40-50 تا هواپیما، یه 75 تا تانک بیان چه کار میکنی؟ گفت هیچی، وای میسم داد میزنم مردشور یه ارتشی ببرن که غیر از من هیچ نداره. آیا دکتر با این بحثی که شما کردین بسیجی برگشته از زندگی ناامید میشن، یه راهنمودی بدین بهشون. راهنمودم همون راهنمودیه که به مقام عظما دادن. به خیلی عالیه دکتر. آره. به جای اینکه به گذشته نگاه کنین و افسوس بخورین، به آینده نگاه کنین و مایوس بشین. آره دکتر، شما با همین راهنمودای کشکی که مقام عظما رو به روز سیاه نشوندید. من مقام عظما به روز سیاه نشوندم. آخه این چه راهنمودی است که تو میگی؟ باشه انزوای منطقه‌ای که بوده، داستان انتخابات